سلام و درود خدمت برای بچه یوتیوب. بچه امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. بچه اومدیم یه ویدیو براتون رکورد کنیم اصلا مولانایی، همونطور که قولشو بهتون داده بودم. اومدیم رکورد اکانت فول پسمون رو داشته باشیم که داخل سرور تایلنده و خب چیزایی داره که تو سرور ما نیست و خب خیلی اکانت حق قدرتمند و خب فولیه بچه. اکانت فول پس شیک و مجلسی و خب سکسیه دیگه، میبینید ایباب طلایی هم داره دیگه. خب بچه قبل اینکه بریم ویدیو رو نشونتون بدم، خواهشمندم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خدا سرشاد لایک کردن هیچ ازت کم نمیکنه. دومین زیر همین ویدیو یه عکس انگشت به سمت بالاست، بزن روش، بکوب روش، تموم. دوست داشتی یه کامنت هم مرامی بذار، عشق منید. اصلا نظری هم بازم دمت گرم که ویدیو رو داری نگاه میکنی، بازم دمت گرم. و خب بچه ها بریم دیگه ویدیو رو نشونتون بدم دیگه. بریم از پروف شروع کنیم. من پروف اکانت رو بهتون نشون بدم. خب همونطور که میبینید لول 72 10k لایک داره، 10k و 600. حقیقتا برای اکانت های سرور تایلند این آمار خیلی خوبیه، چون شما به اکانت سرور تایلند بگید اکثرا لولاشون زیر 70. خب زیر 70 که هست هیچی، لایکاشون هم رو 1k 2k 3k نهایت شاخی 6k. این خیلی اکانت فوله که اینجوریه. و خب یه گیلد سوسکی هم زدیم اشتیار می که اکانت داخلش باشه، فقط برای اینکه بدونیم قدرت دست کیست. و خب بچه دیگه بریم سراغ از گاناش شروع کنم. حقیقتا بچه تو سرور تایلند اکانت فولگان نیست. کلا همه اکانت سرور تایلند اکانت هایی که لختی هن از نظر گان و از نظر ست سایت، چون کسی زیاد تو اون سرور خرج نمیکنه، حتی اون یوتیوبر تاپش هم زیاد خرج نمیکنه. حالا بعد یه چیز دیگه که جالبه اینه که ویمی زیاد سرور نیست، یکی دو تاست نهایتاً که الان اونا رو هم با هم بررسی میکنیم. فعلا به ویدیو اکانت بپردازیم. اینجا انفور طبیعت داره که لولیش اینه که آبی داره. ببینید گاناش ملو اکانت، ولی خب دیگه فولی، اکانت فولی دیگه تو سرور تایلند اکانت فولی محسوب میشه. و حتی بچه فروشی هم هست، تلگرام در خدمتتونیم. ادساین کسل آندرلاین 99 رو صفحه هم میاد، خواهشان اشتباه نزنید به پی وی یکی ها، چون که فیک میک زیاد میزنن برا ما. و خب حتما بپرسید قبلش که خودم هم یا نه و چیزای دیگر هم چک کنید. و خب همچنین میبینید پدر کوسته این چیزها ایکس مشت کوسته هم داره و این ایوجی سایت هم حتی داره که این حتی پروفیل اول گردونه هم داره. اول گردونه بود اگه اشتباه نکنم. و خب دیگه اکانت حقی من خیلی دوستش دارم. حقیقتا جوریه که هنوز اکانت دارم، حتی من تو سرور تایلند دارم پلی میدم با یویو بوستر یا همون گراب بوستر، میام بازی میکنم. سرور ویتنام میزنم، پینگش خیلی خوبه، رو پینگ 100 دارم بازی میکنم. شیک و مجلسی خیلی هم حال میکنم تو سرور بازی میکنم، چون که همه اکانت ترتمیز زیر دستمه. هم خب دیگه کیف بازی، لذت بازی میبرم دیگه. MP لولی داره، MP آبی داره و تامسون داره، تامسون لجند. شات آتیشی داره، ام در لولی هم داره، ام در سبز هم داره. از این دو تا فکر کن داره. یکیش اسکین نه، یعنی قدرت نداره، اسکینه فقط. یکیش هم قدرت داره، مگزینه. و خب دلول هم داره، دلول آبی و اینا ایدبل. و یه چیز دیگه که الان نشونتون میدم خیلی جالبه، بدونید که برای LT3 بود بچه ها. کاتانا سکسی هم داره، فکر کنم تو سرور ما نیست این کاتانا. و خدمتتون که عرض کنم اسکین مشتم این یخیه رو داره. این چیزا هم چیز خاصی، این بنفشه رو فقط داره. تو سرور ما هم هست ولی خیلی کم، خیلی کم. مثل هم یخ سفیده است فقط بنفشه. و خب برای هالووین 5-6 سال پیشه فکر کنم، این 6 سال 7 سال پیش فکر کنم اگه اشتباه نکنم، برای اون موقع است. یه آواتار کدو تنبل طلایی هم هست، طلایی که نه نارنجی، به اکثر اکانت دارن. اون برای این دوره است، خیلی شاخه این یخه. و این هم از این یه اسکینه ها، ولی دو بار دارمش همونطور که میبینید. و خب هیچ کدومش هم قدرت نداره. خیلی این جالب بود برام که تو سرور تایلند دیدم. هم یه نما از گالری گاناش
خب بریم سراغ ستاش. خب از ستاش که شروع کنیم، خب اینم از کله ساکورا که مشاهده میکنین، چیزای کلامولاهاشه که میبینید خیلی چیزای حقی داره. بچه این خیلی تو سرور تایلند شاخه، این مهم. یعنی اکثر کسایی که دیدم داخل سرور تایلند دارنش، هم گیمشون خیلی خفن بوده، هم بالاخره یه جور شاخ ماخ بود دیگه، مثلا بهترین پلیراشون اینو میزنن. و خب همونطور که میبینید این جوکر هم داره، بذار رنگ پوستشو بزنم ایناش. و این مومشگر هم داره که اصلا نگاه ننه تیپ شد، ناموسن ننه ست نشد، ناموس ترکیب ست، به درد اسکرین شات میکنن اینا. فقط اسکرین شات، کلیپ تیک تاکی خیلی دوست داشتن، یعنی ستا ناموسن. این افکت کلا میبینید این برای هیپ هاپ اصلیه، این که بال روشه برای هیپ هاپ طلایی است. ست کامل هیپ هاپ طلایی رو بزنیم براتون این در میاد که یه مدت هم بچا تو سرور خودمون به یه عده داد این هیپ هاپ طلایی رو، ولی خب ازشون گرفتش، نمیدونم به چه دلایلی، ولی خب گرفت. خب این الیت 5 بازی الیت چرخدنده فقط هیپ هاپ طلایی رو داره اکان، نمیدونم چه صیغه‌ایه. تو سرور تایلند فقط هیپ هاپ طلاییشو من دیدم داشته باشن ملت، نه ساکورا طلایی دیدم، نه الیت 3 طلایی دیدم، نه الیت 4 طلایی دیدم، نه الیت 5، هیچ کدومش ندیدم حقیقتا، فقط هیپ هاپ دیدم. نمیدونم حالا ندادم اونا رو، جریان چیه رو نمیدونم. خب اینجا کلاهاشو بهتون کامل نشون بدم، قسمتاشو. حالا شما چیزی میدونید که تو سرور ما نیست بگید، ولی خب اینم حتی داره این کلاه حسیریه، براتون سنجاق کنم. و اکثر چیزا هست تو سرورمون، میدونی انقدر آپدیت اومده ریدن و همه چی خاص کردن تو سرور خودمون، به گال دادن. و خب خدمتتون که عرض کنم دیگه، میام اینجا اینا داره این دوتا ماسک، این سه تا ماسک خیلی شاخه، تنها ماسکایی که هنوز تو سرور ما شاخن بچه ها، نریدگار اینا بهشون. و کله ساکورا، کله الیت 3، الیت 4، کلا چرخ هم بندازیم روش، سر چرخ. و ماسکای دیگه هم بهتون نشون میدم، بوم، مز، دراگ، پنتر، رمپیج، همه رو از دم داره. تکنو هم پایینه بچه ها، پرو اینم تکنو پروف کرده ناموس، اینم پیش خرید تازه زده بنده خدا این کلاه رو. بعد خدمت که اینا داره فکر کنم تو سرور ما نیستیم، تو سرور ما نیست. و دیگه چی تو سرور ما؟ اینم کله پیکسل بچه‌ها و اکثریت هست، مثل فکر کنم این عینک‌ها تو سرور ما نیست، حالا شاید اومده باشه جدیدن، اطلاعی ندارم من. رنگ پوستا رو نمیدونم، اینا فکر کنم هست، احتمالاً هست، اینا رو جدیدن گارنا آورده تو سرور منو. خب میرسیم به ست کامل. این بندیت مشکل خیلی ست حقی میشه با این بزنید، نگاه کنید. این ترکیب بهتون معرفی کنم، اینا ترکیب رو ببین ناموسن، این دمپوی هم واو، اصلا ببین رنگ و لعاب و ناموسن چه ترکیبی میشه، خداست. این هم خیلی بچه خود حقیقتا اسکارف الیت 4 خیلی به شلوار هیپ هاپ مشکی میاد، یعنی انگار رنگاشون برای هم ساخته شده، اینجوری باید بهتون بگم دقیق. و خب اینم ژاکت آبیه، اکان داره دیگه، خیلی گاد این ژاکت آبیه. فکر کنم تو استور باشه، چون دقیقا نمیدونم، ولی کلاه حسیری تو استور بود که تو سرور ما با کد باید بگیریش. اینم باید با کد بگیری، هنوز خز نکرده خدا رو شکر گارن اینا رو. و اینم هیپ هاپ صولتی خودمون. حقیقتا من پیرن مشکی هیپ هاپ طلایی رو دوست دارم واقعا. پیرن ساکورا طلایی خداست بچه ها. این ترکیب ست که الان زدم پیرن میگم ساکورا طلایی روش باشه گاده. این چیش خیلی قشنگه، این گلبرگ که پشتش طلاییه. الان این نداره اکانت ساکورا طلایی رو، ولی بعد رو دریوس دارتش، خیلی حقیقتا گنگه اون ست. و خب یعنی همچین اکانت گیرم بیاد ولش نمی کنم ناموسن. بعد خدمتتون که عرض کنم ست سایت هم جدا از این چیزا داره اکانت، خیلی اکانت شیک و مجلسی. کسی دوست داشت بخره همچین اکانتی رو، من داخل تلگرام در خدمتشم و میتونم اکانت های دیگه هم بیارم داخل سرور دیگه، برزیل سرور دیگه. ولی خب این سرور تایلند دیگه اکانت فول پس بیشتر دوش پیدا میشه. یه دونه فول پس دیگه بود سرور برزیل، فکر کنم اونم باشتش اکانت اگه عرب نفروخته باشتش بچه. اینم هست. این ست و سرور منا فقط یوتیوبرها دارن، ندیدم آدم معمولی داشته باشه.
فقط دیدم یوتیوبرها دارن رو اکانت محمودم بود، اکانت جدید محمودی این ستا رو داشت، ژاکتشو که وستم روش نمیادن و خیلی واقعا ترکیب خفنی میشه باحال زد. نگاه کنید خودتون. اینو بنداز با این، با کله ساکورا، کار جمعه، یعنی کار قشنگ جمعه، هیچ چی دیگه نمیخواد بهش اضافه کنیم. و خب خدمتتون که عرض کنم دیگه ستمت خفن اینم داره که حتی تو سرور خودمونم فکر کنم خاص شده جدیدن، آوازاتش تو استور گاردن ریده بهش. این تو سرور ما نیست، وستم نمیاد روش، رو سرور تایلند ندیدم تو سرور منا کسی داشته باشه، حتی یوتیوبرها. خیلی قشنگه، روش وستم نمیاد، خیلی ترکیب خفنی میشه بایزد و خیلی دوستش دارم. من خودم گیم میزدم با این ژاکت گیم میزدم، همون ژاکت آبیه فقط قرمزه، قرمز بنفشه. احتمالا این به صورت کد بیاد، ژاکت آبی خاصه احتمالا این بیاد، یا مثلا این میاد ژاکت آبی رو هنوز نگه میدارم، هیچی معلوم نیست سرور منا. این شلوارک هم که اینور خزه، ولی خب اکانت داداشتون داشت، رو اکانت یوتیوبری بنابراین داشتیم اینو که هنوز خدا رو شکر تو سرور منا خز نشده، ولی خب کسایی که از سرورهای دیگه چنج خورده اکانتشون اومده دارنش. تعجب نکنید مثلا 2 نفر رو دیدید بگید اینو داره پس خز شده، نه این خز نشده. و خدمتتون که عرض کنم دیگه اکانت همینه، چیز خاص دیگه نداره، ولی خب همونطور که میدونید فول پس داره اکانت دیگه، هر ترکیب الیتی بخوای میتونی باش بزنی، تو نهایت لذت رو از الیت قدیمی ببری. و خب هنوز بچه این ستا شاخه، یعنی درسته یکی دو بار الیت اومده ولی هیچ کس نگرفته. یعنی خودتون بیاید تو سرور تایلند بازی کنید میبینید اصلا الیت قدیمی نمیافته باهاتون. یعنی من بازی کردم به شخصه اصلا الیت قدیمی نیومده، مثلا من کلا دارم این ور بازی میکنم ولی یه بار به الیت قدیمی رندوم تو بازی بهش بر نخوردم، هم تو کلاش اسکوات هم تو بتل شده. مثلا فرند داره کانتا که مثلا الیت قدیمی داشته باشه باشون بازی کردم، ولی یه بار به الیت قدیمی برخورد نکردم تو گیم، حتی تو جهانیش هم برخورد نکردم که مثلا بگیم تو این سرور خز باشه. اینطور نیست، واقعا خز نیست، این فقط یه تفکرات غلطی که ما تو ذهن خودمون مثلا ایجاد کردیم، گفتیم آره سرور تایلند همه چیش خز و فلان و بیست، نه خز نیست اصلا. و راحت هم میتونید پلی بدید، اصلا غمتون نباشه، راحت میتونید اکانت ارزون قیمت سرور تایلند بخرید، برید از الیت قدیمی نهایت استفاده ببرید، چون تو سرور ما خیلی گرونه، خیلی مثلا همین فول پس بخوایم سرور خودمون بخریم به خدا کمتر از 60 میلیون پامون نمیفته، خیلی گرونه تو سرور ما. و اینو میتونی با 6 تومن 5 تومن 6 تومن 7 تومن تهیه کنی، مثلا یک اکانت اینجوری رو بازی کنی، بعد هم میتونی بفروشی، چون که خیلی ها هستن دلشون میخواد الیت قدیمی رو تست کنه. خب اینجوری هست. این کفشر هم من داشتم داخل اکانت همون یوتیوبریه که بازم تو سرور خودمون شاخه، نه اینکه کسی ندارتش، خیلی ها دارنش، چون قدیمی کفشه، ولی خب خرج نیست اینطوری بگیم. خب این از اینجا دنسان بچه، دنسای هست حقیقتا که تو سرور ما نباشه ولی این اکانت نداره. این اکانت تمام دنسایی که تو سرور ما هست و فقط داره، وگرنه دنسای هست تو سرور تایلند که تو سرور ما نیست. اصلا دنسایی بوده که اومده و رفته سایت بودن، این اکثرا سایت میاره. این هم بنابراین اکانت بنابراین یوتیوبری داره. سیزن 5 به بعد بچه اکانت هیرویک بوده و میدید همونطور که میدید سیزن 5 این سیزن 6 اگه اشتباه نکنم، چون که زیرش ننوشته، بله سیزن 6 مطمئنا 6 و آره سیزن 6 درست، این سیزن 6 این 5. خب مثلا اینا هم دیگه واقعا سخت بوده سیزن بردن، اونم تو سرور تایلند کمتر کسی اومده بود، مثلا بنابراین بی چیزی پیدا کنید تو سرور ارزشش خیلی بالاست. در کل بچه ها اومدم اکانتو نشون بدم، چیزی داره نشونتون داده باشم. خب میخواستم یوتیوبرها رو نشونتون بدم داخل این سرور. بویاه پس چند نفر بودن، حقیقتا زیاد نبودن، تو ریجن وی داشتن، اسمش دوری بود یکیش اگه اشتباه نکنم، وی داشت. حتی این آواتار یوتیوبری هم تو این سرور خاص شده، اون آواتار
یه آواتار بود عکس درخت بود. تو سرور ما خیلی شاخ، فقط یوتیوبرها دارن. اونم باز خرج شد. این دوراست. دورا این وی داره بچه، لول 68. میبینید چی دنس فورد به سکواد خفنی اومده تو بازی. خیلی سایت های خفنی تو این بازی هست که هنوز اون بر نیومده حقیقتا. این مثلا وی داره تو این سرور، گیلد هم داره. گیلدش چقدره؟ گیلدش بچه 10,500,000 گلوری داره. خب از تاپ ترین گیلد سرور منا هم بیشتر گلوری داره که گیلد وی آی پیه، اینطور بهتون بگم. و خب مثلا یه یوتیوبر این تازه گیلد خریده. گیلد قبلی 3 میل بیشتر گلو نداشت بچه. من چکش کرده بودم قبلا دیگه. وی بخوام براتون پیدا کنم، ویدا بچه میبینید وی مهمه واقعا. بنرآواتار مهم نیست. بنرآواتار بالاخره یه سرور ما هم خز میشه. هیچی تو سرور منا ثبات نداره حقیقتا. ویه یه چیز دیگه است واقعا. و خب بچه مثل اینکه اون یوتیوبر هم اومده پایینم، این که از فرندام این آواتار استریمیر داره. میبینید ستشون. و خب بچه اومدم نشونتون بدم دیگه. عشق منید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. حتما چنل من سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید. خیلی دوستتون دارم. مرسی از حمایتاتون. بوس.